بچه‌ها چطوری؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این قسمت میخوام ببینیم که آقا توی تگ منیجرمون چرا پریویو مودمون کار نمیکنه درست حسابی. خب چند تا دلیل وجود داره که دونه دونه این دلایل رو با هم دیگه میبریم جلو. خب مورد اول اینه که ما یادمون رفته که بیایم کد به اصطلاح تگ منیجر رو داخل سورس وبسایتمون قرار بدیم. اوکی. خب ما از کجا میتونیم بیایم پیدا بکنیم این کد تگ منیجرمون رو؟ توی ویدیو قبلی هم گفتم، اینجا یه بار پشت مرور میکنم. ما میایم داخل به اصطلاح ورک اسپیسمون، میایم داخل جی تی ام، اینجا که عدد نمیشه بغل ورک اسپیس چنج. خب ما اینجا دو تا اسکریپت داریم، یکی داخل هد قرار میدیم و یکی هم داخل بادی. اوکی. مورد بعدی که میخوایم یه بررسیش بکنیم این هستش که آقا ما اومدیم کد تگ منیجر توی وبسایتمون گذاشتیم. خب وقتی میایم دیباگ ویو بگیریم، میگم دیباگ ویو، میایم ما دیباگ مود استفاده پریویو مود استفاده بکنیم، خب توی کانتینر دیگه این کار رو انجام میدیم. مثلا ما چند تا کانتینر داریم و چند تا اکانت داریم. خب به حالا کمتر امکان داره که تو اکانت اشتباه بکنیم دیگه، ولی توی کانتینر چند تا کانتینر داشته باشیم این اتفاق پیش میاد که توی کانتینر رو اشتباه کنیم و یک کانتینر دیگر رو بخوایم ازش پریویو بگیریم. اوکی. و آدرس مثلا لندینگ، آدرس مثلا دامنش چه جای دیگه باشه. خب پس اینم خیلی خیلی باید دقت بکنیم. مورد بعدی اینه که ما بیایم چیکار بکنیم؟ ما بیایم اینجا یادمون رفته باشه، یا بهتر اینجوری بگم، توی این قسمت خب گوگل میاد برای ما پارامتر میندازه. اگه بیایم تیکش رو بزنیم، خب گاهی اوقات پیش میاد که این پارامتر انداختنه باعث میشه که پریویو مود ما درست کار نکنه. خب پس میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم این تیک رو include debug signal in the URL رو میایم پاکش میکنیم. خب و بعد دوباره میایم تست میکنیم و به احتمال خیلی زیاد دیگه برامون اوکی شد. مورد بعدی که وجود داره اینه که بیایم از CDN استفاده بکنیم و خب راجع به CDN میتونیم به اصطلاح یه سرچ بکنیم ببینیم که CDN چیه. ولی وقتی که شما CDN استفاده میکنید احتمال این که بیاید یک الرتی یا یک اروری روی کد JS تون داشته باشین، روی لودد JS داشته باشین، به وجود میاد اگه CDN مثلا با این JS اوکی نباشه. خب پس یک بارم مثلا اگه پریویو مودتون کار نمیکنه میتونید بیاین CDN تون حالا خاموش بکنید یا مثلا سایتتون رو بهتر بگیم که پشت CDN خارج بکنید. خب و اون موقع بیان تست بکنید. و حالا این بیشتر میره سمت برنامه‌نویسی که این کامپلیتی که وجود میاد بین CDN و JS، کد JS که لود میشه رو باید بیاد خودش برطرف کنه. مورد بعدی که وجود داره چیه؟ اینکه اوکی وقتی ما زمانی که میخوایم بیایم کدمون رو از اینجا کپی بکنیم، خب یا مثلا ما اینو کپی میکنیم، خب میفرستیم برای برنامه‌نویس و که شاید برنامه‌نویس مثلا اومده به اصطلاح این کد رو کپی کرده. خب مثلا یه مثالی بیایم جلو بزنیم، کد رو کپی کرده، چه میدونم اینجاهاش مثلا چه میدونم یه چیزی دستش خورده یا یه عددی خورده، یه چیزی اضافه شده و دیگه کار نمیکنه. خب پس حتما خیلی خوبه که ما بیایم که اون چیزی که داخل سورس وبسایتتون قرار گذاشته و این اسکریپتی که اینجا هست رو بیایم دوستش با هم دیگه مچ بکنیم، یعنی که اوکی آیا درست کار میکنه یا درست کار نمیکنه. مورد بعدی هم که وجود داره اینه که حتما بیایم چک بکنیم که آقا پاپ اپمون یا ریدایرکتمون توی براوزرمون بلاک نشده باشه. خب مثلا اینجا رو ببینید، حالا یه دونه از روی اکانت خودم مثال آوردم و که من پاپ اپ و ریدایرکت رو اومدم بستم. خب به زمانی که این آف باشه پریویو مود ما دیگه کار نمیکنه. مورد بعدی که وجود داره اد بلاکر یا گاستری یا مثل مش و مثلا چجوری میگن اکستنشن های مشابه اینا که میان چیکار میکنن؟ میان JS ها رو یا GTM ها رو بلاک میکنن. خب اینا هم باعث میشه که شما از اد بلاکر استفاده بکنی پریویو مود یا حتی تگ منیجرتون موقع کار نکنه. خب حالا یه موردی هم هستش که میخواستم توی داشبورد ببینی. خیلی گاه هم پیش میاد که ما بذار من یک مثالی براتون بزنم. من یک بار ریلود میکنم. خب خیلی نه خب بذار اینو بچه‌ها اوکیش بکنم. خیلی موقع ها این اتفاق پیش میاد که اوکی ما یه اسکریپت تگ منیجری گذاشتیم، اوکی یعنی دادیم برنامه‌نویس بذاره، برنامه‌نویس حالا به هر دلیلی یا یه نفر دیگه یه اسکریپت دیگه بهش داده، خب
اومده چی کار کرده؟ اومده یه اسکریپت قدیمی تر رو داخل وبسایت گذاشته. پس حتما خیلی مهمه، خیلی 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 مهمه که بیایم چیکار بکنیم، بیایم ببینیم که آقا اسکریپتی که ما اینجا داریم، اوکی، میبینید داخل GTM مثلا K46 T675 4. خب بریم ببینیم که آقا این واقعا مثلا توی داخل وبسایتمون هست یا نه. به عنوان مثال من داخل سایتم اینجا پریویو رو میگیرم، خب که فرانت سایت هم میاد بالا که حالا کدش نیمه CSS است. کنترل F رو میزنم، خب میبینید دقیقاً این K46 هستش، اوکی. ولی مثلا امکان داره یه کانتینر دیگه هم من داشته باشم، خب مثلا به نام این مثلا، اوکی، یه کد قدیمی تر باشه، کد اینجا باشه، ولی من دارم با اون مثلا من کد مثلا یه کد دیگه برای اسکریپت یه اکانت یه کانتینر دیگه، این جدید است، من دارم با این پریویو میگم ولی کار نمیکنه، در صورتی که این کد قبلی رو گذاشتم، کد جدید رو نداشتم که مثلا کانتینر خیلی سم بوده، خیلی کثیف بوده، من یکی دیگه اومدم تحویل گرفتم، مثلا اوکی من خودم خواستم بگم که من یه تگ منیج جدید میخوام بیارم. حالا شاید همیشه مثلا شما نباید این کارو بکنید، تگ منیج جدید برید بالا، مثلا هر پروژه تحویل میگیرید که قبلش مثلا یه کثافتی بهش زدن، خب ولی پیش میاد. این چیزی که داره میگم دقیقاً چه تجربه برام پیش اومده. امیدوارم که کلی براتون مفید بوده باشه این ویدیو و برام لایک و کامنت بذارید. دمتون گرم.